دوستان توی این ویدئویی که الان لینکش رو میذارم من راجع به رفرنس کلی صحبت کردم و گفتم که چه اهمیتی داره. تا افراد خیلی حرفه‌ای و ماهر هم حتی روزانه از چند تا رفرنس استفاده میکنن تا مدلشون رو طراحی کنن. امروز قرار رفرنس گذاری تو خود بلندر رو انجام بدیم تا ببینیم چه شکلیه. بریم سراغ آموزش. سلام دوستان، من میلادم، اینجا ریون فلای. همونطور که میدونید قرار راجع به رفرنس گذاری توی بلندر صحبت بکنیم. فقط لطفا قبل از اینکه بریم داخل ویدیو، اگه این دست آموزش ما خوشتون میاد حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید و به دوستان علاقه‌مند معرفی بکنید. کامنت هم بذارید، سوالی داشتید من حتما جواب میدم. بریم سراغ آموزش. اول برای گرفتن بلوپرینتی که نیاز داریم، اگر رفرنس عکسی نداشتیم میتونیم به سایت بلوپرینتس مراجعه کنیم. theblueprints.com، همین سایتی که شما دارید الان اینجا نگاه میکنید روی صفحه. اینم تمام بلوپرینت هایی که داره، بلوپرینت هایی که داره رو به دو دسته تقسیم کرده. یکی اینایی که عکسی ان، یکی وکتورن. شما فرق وکتور و پی ان جی و مثلا پی ان جی یا جی پی به هر حال عکسای رسترایز داریم یا عکسای وکتور داریم. اینا عکسای وکتور چیزایی هستن که شما با ریاضیات میای اون عکس رو به وجود میاری، ولی رسترایز یه حالت پیکسلی داره. ولی حالا این سایت دیگه گذاشته میتونیم ازشون استفاده کنیم. شما اگه از این سایت نتونستید پیدا کنید چون این یکم محدوده، همه چیزا رو نداره، شما میتونید اگه اینجا پیدا کردید که خب استفاده میکنید. اگه اینجا پیدا نکردید میرید تو گوگل سرچ میزنید، همین بلوپرینت رو میذارید، بغلش همون کلمه‌ای که نیاز دارید و حالا نمیدونم گوشی هر چی هست سرچ میکنید تا یه بلوپرینتی بگیرید. بلوپرینت خوب یه چیزیه که باید، یعنی یه عکس توی یه عکس از 3 قسمت باشه کم کم. یه قسمت تاپ باشه، یه فرانت باشه، یه سایت باشه که شما 3 تا وجهش رو بتونید ببینید. کم کم دیگه مثلا یه قسمتی هست مثلا فرق میکنه، اون عکس هم داشته باشه بهتره. چون موقعی که میخواید پیاده سازی کنید بعضی جزئیات رو لازم دارید پیاده کنید، یکم واسهتون چیز میشه، گنگ میشه. یعنی اون الان چیه، باید چند تا رفرنس دیگه بیارید، اون یکم مشکله. بعد اندازه هاشون به هم نمیخوره. حالا بریم سراغ خود پیاده سازیش. این وکتوراشه، اینم بلوپرینتی که وجود داره، عکس و اینا. من یه دونه از قبل گرفتم انداختم اینجا، عکسش هم اونجاست. البته اینو من خودم از توی گوگل پیدا کردم، وکتور استاک همچین چیزیه. بلندر رو باز میکنیم. خب الان اومدیم تو محیط بلندر، بقیه رو پاک میکنیم. یه شما ببینید این قسمتی که وجود داره از نمای زد یا تاپ میخواید نشون بدید، یا اون دکمه‌ای که بهتون گفته بودم رو نامپد 7 رو بزنید توی گزینه، توی ویدیوی نویگیشن که لینک اونم میذارم حتما اگه ندیدید ببینید. توی اون قسمت گفتم اگه میخواید از تاپ نگاه کنید 7 رو میزنید. پس ما اینجا لازم داریم که از 7 یا همون نمای بالا هم استفاده بکنیم. الان 7 رو من میزنم، شیفت ای میزنم. این هم برای اضافه کردن آبجکت و اینجور چیزا بود که لینکش رو میذارم، اونم توی ویدیوی توضیح داده بودم. الان میریم برای اضافه کردن ایمیج گفته ریفرنس یا بک‌گراند. شما برید تو روی ریفرنس میپرسه چه عکسی میخواید. من میذارم روی دسکتاپ همین عکسی که گذاشته بودم، اینو اضافه میکنم. الان شما نگاه میکنید عکس من آورد، این الان اضافه شد به محیطمون. الان یه چیزی داریم مثل مش روی محیطمون. بعد من اینو میخوام جابجا کنم، حواسم نیست یه دفعه این تکون میخوره. میبینید من الان اینو تکون میدم، دستمون میخوره معلوم نمیکنه. بعد یه جوری باشه که بتونیم کنترل کنیم. پس چیکار میکنیم؟ اول این عکسی که آوردیم اینجا رو باید میزون بیاریمش روی این قسمتی که وجود داره. مثلا شما نگاه کنید، من اینجا میذارم روی کرسر، یه حالتی که روی کرسر باشه تقریبا دیگه. این قسمت هم اگه خواستید میتونید میزون کنید با اینجا یکی در بیاد. الان نگاه میکنید این قسمتش درست نیست، یکم میاریدش بالاتر. میبینید الان درست شد تقریبا. این قسمت واسه چی میشه؟ این قسمت، این الان کیوب رو من گرفتم میارمش بالا، کیوب اون حالا میذاریمش اینجا. الان یه حالت این که باکسی که این چیزی که قرار به وجود بیاریم از حالت تاپ نگاه میکنیم. این الان یه رفرنس داریم. خب این الان اوکی شد. چیکار میکنیم؟ یه دونه ایکس رو میزنیم یا 3، شما حالا تو محیط هم بزنید. کنترل 3 گفتم میدیم برای کنترل 3.
الان یه دونه اینو میگیریم، یه شیفت دی میزنیم و داپلیکیت میکنیم این عکسی که رفرنس داشتیم و بعد اینجا رهاش میکنیم با کلیک راست. کلیک راست رو که بزنیم برمیگرده سر جاش، اصلا انگار که هیچ کاری نکردید. اگه وسطش باشه دارم کلیک چپ رو نزنید. آ رو میزنم، بعد وای رو میزنم، 90 رو میزنم، یعنی چرخیدیم بر. خب الان چیکار میکنیم؟ کیوبی که داشتیم رو انتخاب میکنیم، با جی زد میاریمش بالا، دکمه جی رو میزنیم بعد زد رو نگاه میکنید. الان باکسمون از این ور اوکی شده. خب ما از این قسمت که همون قسمتی که این ور میخواستیم درست کنیم که نمیخوایم، این ور رو میزنیم جی زد میاریمش بالاتر. خب این الان باکسمون توی اینجا درست شد. اینو نگه میداریم، کیوبو میزنیم، میریم تو ادیت مود. بحثم نیستش امروز مدلینگ بکنیم، فقط میخوام بهتون نشون بدم که چجوری یه رفرنس رو قشنگ بذارید، اندازه ها رو بزنید. اینا من یه اشتباهی که کردم توی ویدیو اینه که به شما گفتم تاپ رو میاریم، تاپ رو آوردم و از قسمت سایت، این الان بغلشه دیگه، از اینجا آوردم برای رفرنس. شما اشکالی نداره، میتونید اینا رو بعدا تغییر بدید، حالا خودتون به میل خودتون. حالا نمیشه گفت اشتباه، به خودتون ربط داره، ولی من تقریبا این کار رو نکنید بهتره. همون چیزی که وجود داره رو بذارید. مثلا 7 رو بذارید برای تاپ، یا این قسمت زد رو بذارید برای تاپ. چون موقعی میخواید تغییراتی به وجود بیارید، بهتر اینه که مثلا اون چیزی که تو ذهنتون وجود داره رو بتونید راحت پیاده سازی کنید. این الان سایدش شد، به جای اینکه از تاپ باشه. خب حالا میریم برای اینکه تاپش هم پیاده کنیم. این الان شد بغلش، این هم شد، این شد عرضش، این شد بغلش. الان بهتون نشون میدم. خب میرم توی حالت آبجکت مود، اینو میبرمش عقب، اینو میارمش پایین که بتون راحت دسترسی داشته باشم. حالا چیکار میکنیم؟ اینو میبریمش RX 90. الان یه چرخشی دادم بهش، میارمش بالا، میبرمش عقب. الان من این محور رو نگاه کنم، میبینید جور در میاد. خیلی بلوپرینت خیلی خوبیه، شما بتونید این طرح رو پیادهش بکنید. سایت وکتور استاک خیلی چیز خوبی به نظر میاد. شما الان اینا رو بگیرید، از هر تغییری بخواید بدید، این نگاه میکنید اینا جابجا میشه. برای اینکه این کار اتفاق نیفته چیکار میکنید؟ فعلا این کیوب رو نادیده میگیرید، با این علامت چشمی که اینجا هست میزنید، هایت میشه. بعد اینا رو انتخاب میکنید، اینا الان انتخاب شدن. یکم شفافیتش کم بشه، میایید این اوپاسیتی توی این قسمت امتی و همون ایمیجی که آوردید و اوپاسیتی میزنید کم و زیاد کنید. این ایمیجی که انتخاب شده رو نگاه کنید شما. حالا خودتون هر چقدر که میدونید کم و زیاد میکنید تا به اون چیزی که دل بخواهتون هست برسید. بعد میزنید اینجا. الان بهتون نشون میدم. شما الان بخواید اینجا یه تغییری به وجود بیارید، بذارید اینم بیارم این بر یه دونه. مثلا فرض میکنیم این چپ و راستش با هم فرق میکنه از لحاظ ارزی. یه شیفتی میزنم میارمش این ور. الان نگاه کنید شما، من الان نمیتونم این قسمتشو ببینم، یه حالتی گیر کرده است. من میخوام از دور ببینم، هر کاری میخوام بکنم. چیکار میکنیم؟ الان مثلا من میخوام این قسمت رو نبینم، اینو انتخاب میکنم و قسمت فرانت رو میزنم، بک رو. الان بکش رو میزنم، این از پشت معلوم نیست، ولی میام این ور میتونم راحت ببینم که کجا هست و چجوریه فلان. بعد اگه شما خواستید دور سوژه‌تون بچرخید راحت، توی قسمت نویگیشن صحبت کردم ولی این مورد یادم رفت بهتون بگم. شما اگه خواستید راحت رو سوژه‌تون بچرخید، میرید تو قسمت پریفرنسز، از تو قسمت نویگیشن اوربیت اراوند سلکشن رو میزنید، تیکشو، بعد برنامه رو میبندید. الان خواستید بچرخید، ببینید فقط دور مربع میچرخه. خب دیگه اینم از این. الان چیزی انتخاب نکردیم، هر بزنیم تو دیوونه وار میچرخه. الان چیزی انتخاب نکردیم، همینطوری داره برای خودش میچرخه. میبینید
خب اشکالی نداره. الان این انتخاب شد. خب میخوایم بریم برای بقیه کار. الان اینجا بهتون نشون میدم. شما نگاه کنید این قسمت های الان روبرو اوکیه. خب میخوایم بغل نگاه کنیم، الان اینم اوکی شده. ولی اون قسمتی که الان تکون میخورن اینو درست نکردیم. چیکار باید بکنیم؟ الان این لازم نیست، اینو پاک میکنیم. این 3 تا وجه داره دیگه، بیشتر که نداره. حالا میخوایم اینا رو برای اینکه دسترسی درست داشته باشیم با گزینه M میفرستیمشون توی کالکشنی. میگه اسمشو چی بذارم؟ اینجا اسمشو میخواد. من میذارم رفرنس، یا میتونید شما بذارید رف خالی. میذاریم رف که دسترسی بهتری داشته باشیم. اینو که الان همشون توی کالکشن رفت، دست راحت میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. چیکار میکنیم؟ از توی این گزینه‌ای که توی کالکشن هستش، تو پراپرتیز میایم تو کالکشن و اینجا میتونیم سلکت تیبلش رو برداریم. تیک سلکت تیبل تو رستریکشنز اینو بردارید. الان نگاه کنید من هر چقدر بزنم اینجا هیچی جز کیوب انتخاب نمیکنم. ببینید الان بعد شما خواستید عکس‌ها رو نبینید، فقط رو آبجکتتون کار کنید، میتونید اینجا چشم رو بزنید و نبینیدش یا بزنید دور برش کردن. خیلی راحت میکنه کار کردن با رفرنس و اینجور چیزا، با مدلمون. خب دوستان این خلاصه ای از اون چیزایی بود که لازم رفرنس بذارید توی محیطتون تا بتونید یه سری کارا رو انجام بدید. دوستان این بود آموزش این ویدیو ما. اگه این دست آموزش ما خوشتون میاد حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی بکنید. کامنت هم بذارید، سوالی هم اگه داشتید من حتما جواب میدم اگه بلد باشم. تا دیدار بعد، بدرود.